آماده‌ام زن دوم باشم. زن دارم، اما با رضایت خدا میخواهم باز عائله‌دار شوم. چنین اعلان‌ها در بخش قرغیزی شبکه‌های اجتماعی زیاد به نظر می‌رسند. آژانسی‌های هم زیادند که خدمت‌رسانی خود را برای کمک در پیدا کردن شوهر یا همسر دوم پیشنهاد می‌کنند. الحیات یکی از چنین مرکزهاست. در صفحه اینستاگرامی آن عکس‌ها از لحظه واخوری همسران آینده و نوار میزاجان نشر شده است. برخی از چهره‌های معروف قرغیز هم کار این مرکز را تبلیغ می‌کنند. مثل آوازخوان انژلیکا. ملاقات نخستین تشکیل می شود ولی واخوری دوم از خود شما وابسته است. از کار چنین آژانسی‌ها افراد زیاد استفاده می بردند. میرم هم یکی از آنهاست و چند سال پیش با میانروی یک آژانسی زن دومی مرد شد. یک سامانه با نام nikah.kg بود. من آنجا نیم سال شوهر گفتم. بعد کوشش های بیهوده خواستم آن سایت را ترک کنم، اما مرا با مرد شناس کردند که بعداً عائله دار شدیم. ما همگی 3 بار واخوردیم. وی میگفت که زن اولش بیمار است و با اون نزدیک شدن نمیتواند. شوهر میرم این رابطه‌اش را با او نه فقط از همسری اولش بلکه از تمام خویش و نزدیکان پنهان می داشت. بعد از زاییدن طفلی که بیماری داون داشت، زندگی آنها تغییر یافت. وقتی فهمید که کودک دارای امکانات‌های محدود میباشد، مناسبتش عوض شد. ما در بیمارخانه بودیم. یگان بار نآمد، حتی زنگ هم نزد. من کوشش کردم تماس گیرم، اما وی ناپدید شده بود. زن و کودک او حالا به مالکیت و طلب الیمنت از شوهر سابق حقی ندارند. ازدواج آنها غیر رسمی بود. تنها نکاح اسلامی داشتند. این در حالی است که 8 سال پیش قرغیزستان با قبول قانون برگزاری نکاح دینی را به ثبت رسمی در اداره ثبت یا زکس منع کرده بود. ولی این قانون در مسجدها کم رعایت می شود. اگر مرد از همسرش جدا شده باشد و زن هم به شوهر باشد، ما آنها را نکاح میکنیم. ولی اگر مثلا مرد زن داشته باشد و خواهد به اجازه او زن دوم گیرد، ما البته نکاح میکنیم، اما بهتر است اجازه او را داشته باشد. حامیان حقوق از افزایش مراجعت زنان یکم و دوم خبر میدهند. هر یکی آنها قصه های خود را دارند. مثلا زنی هست که با شوهرش تجارت مشترک دارد ولی فرزند ندارند. مرد خواست از او جدا شود ولی ترسید که قسمی از مالکیت را به زنش میدهند. بنابراین با اجازه زن او دوباره ازدواج کرد. زن دوم 3 فرزند تولد کرد و او را راندند. حالا کودکان را به وی دادن نمیخواهند. با گفته حقوق شناسان، مسئله بسیارزنی را در قرغیزستان نامشخصی قانونها مشکل تر کرده است. بنابر قانون کیفری، دوزنگی یا بسیارزنی این همزیستی مرد با 2 یا 3 زن در یک خانه است. ولی در اکثر حالت مردان دوزنه با همسران خود در خانه‌های علاهیده زندگی می‌کنند که این اثبات دوزنگی مرد را مشکل می‌کرده است.